برادر، یک مسئله نامگذاری بود، نامگذاری کودک به همین نام رحمت جان چه خیلی در اسلام؟ جانشان نمانید رحمت. این رحمت مهربانی. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن محبوب ترین نام با الله تعالی عبدالله و عبدالرحمن است. رحمت جان نمانید. خیلی هیچ گپ ندارد، لیکن نه، رحمت الله دروغ است، خطا است. رحمت الله، خیر الله، این خیلی نامای نمانید، برای اینکه این کلمه ها این دروغ است. همین آدم رحمتی الله است، همین آدم خیری الله است، همین آدم برکه الله است. این چیزا نادرست است. بکر ابو زید رحمت الله علیه مخصوصا همین کلمه هایی که غیر عبدالله دیگه یگان نام به الله نسبت ندید. فهمیدید؟ خیر الله یگان، چی گفتید؟ رحمت الله. این نام ممکن نیست. یا آدم شنیدم که میگفت که یک آدم نامش رحمت الله بود، بدبخت رحمت الله میگفت، یعنی بدبخت رحمتی الله. چه رحمتی الله بدبخت میشه؟ یعنی که این نامو غلط است. رحمتی الله، خیر الله، خیلی ناموی نمونید. نور الله، همین نوری الله هست. بعد بنابراین پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که اصدق الاسماء الحارث والهمام. راستترین نام ها حارث و حمام است. راست یعنی نام باید راست باشد، دروغ نه. جهانگیر، همین آدم جهان گرفته است، دروغ است. آخر رحمتی الله، همین آدم رحمتی الله است. مصلح الدین، دین اصلاح کرده است، خطاگی های دین آمده است، اصلاح کرده است. درست است این گپ؟ نادرست است. صلاح الدین، اینا نام نیست، اینا لقب هستند. بنابراین نمانید خیلی نامای رحمتی الله نادرست است. عبدالرحمن مانید، بنده رحمان، بنده الله. راست است، دروغ ندارد. نام باید دروغ نداشته باشد، اینچنین تعریف نداشته باشد، تزکیه نداشته باشد، خود سفید کنی، خود تعریف کنی نداشته باشد، خاکسارانه باشد. بنده الله، بنده رحمان، بنده عزیز، بنده قهار، بنده جبار. درست است. بله. اگر هیچی نداره، سیف الله هم دروغ است نامش. شمشیر الله، کوکنی شمشیر الله شدگیش نمیبینیم یگان شمشیر الله ها امروز. بنابراین دروغ است خیلی نام شمشیر الله خودش ترسانچک نمیشه. خب ما یک قاعده رو ذکر کردیم، غیر الله، غیر با کلمه به نام الله فقط عبد اضافه کرده میشه. عبدالله تمام، دیگه نامای نمانیتون با الله دیگه نام نسبت ندید. غیر عبدالله، عبدالرحمنش کنیم. عبادالله آخر معناش بندگان الله. و تو یه بنده ای نام، یعنی کمتر اقل دروغ نباشد. بندگان الله، یک آدم یک چند بندگان الله میگه، این خطا است. باید بنده الله باشه. عبدالله تمام، عبادالله هم نه، خیرالله هم نه، رحمت الله هم نه، سیف الله هم نه، یگان تاش درست نه.